مکتوب 171 به ملا طاهر بدخشی صدور یافته در بیان آنچه بر فقرا لازم است دوام ذل است، افتقار و اداء وظایف عبودیت، محافظت حدود شرعیه و متابعت سنت سنیه علی صاحب الصلاة و السلام. مکتوب شریف در بیان آنچه بر فقرا لازم است، فقیر، درویش، صوفی یک معنا، سالک کسی که دنبال خداست، خداجو ترجمه بکنیم. درویش معنا همین انکسار، شکستگی. آنچه بر او لازم است اولا دوام ذل است، خود را ذلیل بداند. این افتقار و شکستگی باطنی و ظاهری، ذل است و افتقار. و اداء وظایف عبودیت، هرچه که از بندگی بر او لازم است ادا کند. محافظت حدود شرعیه، آنچه را که شریعت حد قرار داده. این کار باید بشود، این کار نباید بشود، این حرام است، این حلال، این واجب، این سنت. و متابعت از سنت سنیه، سنت نیکوی پیامبر علیه الصلاة و السلام. دوم چیز مشاهده استیلاء الذنوب و خوف انتقام علام الغیوب، بدیهای خیش را ببیند و از اینکه خدای تعالی او را جزا بدهد بترسد. ما یناسب ذلك. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید المرسلین و آله الطاهرین. آنچه بر فقرا لازم است دوام ذل است و افتقار و انکسار و تضرع، هم یک معنا، شکستگی، زاری کردن و التجاء و اداء وظایف عبودیت، تضرع و التجاء و اداء وظایف عبودیت و محافظت حدود شرعیه که توضیح داد، متابعت سنت. تصحیح نیات، کار قرار تو بکنی نیت را درست کردن که نام او اخلاص است. نامی چیه؟ اخلاص. در تحصیل خیرات، دنبال خیر اگر هستی، فاستبقوا الخیرات که قرآن گفته، دنبال کار خیر اگر کسی حرکت میکنه نیت باید درست باشه. نیت شهرت و نیت محبوبیت و نیت دنیا و این نیات کار نمیاد. نیت باید رضایت خدای تعالی باشه. و تخلیص به بواطن، باطن را خالص ساختن و تسلیم ظواهر، ظاهر را تسلیم کردن. ظاهرا تسلیم خدای تعالی است، تسلیم شریعت، باطنا هم که اخلاص داره. رؤیت عیوب، این بسیار مهمه. نور هم در تفسیر شریف آمد مطلبه در بسته کن که کاری که شیطان میکنه ایور بشین زینت عمل. هر کاری که انسان میکنه چه زشتر، نیکو جلوه دادن، زیر الناس حب الشهوات، کار بد زینت داده شده. یعنی واضحتر بگیم شیطان به انسان کار بد نشان نمیده، همه را اولا تزیین و نیکو میکنه، بد میگه کار انجام بده. از این خاطر انسان ها برای اعمال خیش همیشه توجیه دارن. چند دقیقه پیش با مهندس صحبت میکردم، حتی برای تنبلی ها توجیه دارن. کار از دستون بر نمیاد. این توجیه نیست، توجیه پذیر نیست. کار زشته. این دیدن عیب خودی از همه مهمتره تا ای که بتونی از او اجتناب کنی و به طرفی حرکت نکنی. مشاهده استیلاء الذنوب، این که گناهان بر ما چیره شدن را ببینه. و خوف انتقام علام الغیوب، ترسیدن از این که خدای تعالی بازخواست کند. اینجا خدا را با صفت علام الغیوب یاد کرده. چرا؟ خدایی که از هر غیبی آگاه است. ما دیگه جایی برای پنهان شدن نداریم، حتی اراده های ما جایی برای پنهان شدن ندارن. کار بسیار نیکوی انجام داده، اراده اینه که اراده نفاق باشه، مثلا میتونه اصلا کافر باشه، نماز، جهاد، همه این کارا رو بکنه تا ای که دل مسلمان ها به او گرم بشن و بتونه خبر ببره. اراده او کسی خبر نداره، ظاهرا بسیار انسان نیکیه. شاید در بین مسلمان ها اگر او بمیره به عنوان شهید، او غسلم ندن، یک زیارتی هم به او درست کنن، قرنها مانده باشه، چه بسا که او منافق بوده در همون زمان خیش. کی میفهمه؟ ولی علام الغیوبی حالت نیست برای او دیگه.
و از قلب آگاهه و این ترس از اینه که خدا از من خواهد پرسید دائم باشه و قلیل پنداشتن حسنات خود اگرچه بسیار باشد. گرچه که واقعا آگاهه، کار خیر زیاد میکنه، خود را میشناسه دیگه، بسیار خدمات دینی داره، بسیار عابده، بسیار تلاوت میکنه، بسیار سخاوت داره، اینها گرچه که زیاد است کم ببینه. اونطور که حق عبادت خدا بود ما عبادت نکردیم، ایر ببینه برای خود خیش. و کثیر انگاشتن سیئات خود گرچه اندک باشد، کار خطای کوچیک کرده ایر بسیار بزرگ ببینه. باید صوفی خطاها را اگر بزرگ ندید، عبادات را اندک ندید، به جای نمیرسه. ترسان و لرزان بودن از شهرت و قبول خلق، این یک چیز مهمیه. بترسین که در بین مردم شهرت داشته باشیم. شهرت فی نفسی چیز بدی هم البته نیست، بالاخره یک شیخ باید شهرت داشته باشه که مردم از او چیزی یاد بگیرن، درسته؟ یک معلم خوب باید شهرت داشته باشه شاگردای با او پیدا بشه. ولی در دام شهرت اگر افتاد چی؟ در دامی باید نیفته. لرزان بودن از شهرت و قبول خلق که پیامبر فرمود به حسب امرئ من الشر ان یشار الیه بالاصابع فی دین و دنیا. بس برای یک شخص از شر، از سختی، که به انگشت مردم رو نشان بدن، چه در دینداری، چه در بدی، چه در دنیاداری. این نشان دادن عجب ثروت داره، این نشان دادن عجب انسان نیکوییه، از این باید بترسه که این شر داره. همین میشه راه برای ورود شیطان گاهه. به قدر که انسان عبادت میکند همانقدر باید بترسه، به قدر که خدمت میکنه همانقدر باید بترسه. چرا؟ این عبادت ها، این خدمات شهرت آفرینه. به خاطر شهرت بترسه بره رهبانیت، نه رهبانیت هم در اسلام ما نداریم، بمانه در بین مردم اجتماعی باشه، دعوتگر باشه، شهرت پیدا میشه، در عین حال خود را نگه داشتن، این مردانگیه و این اصل تصوف. همین امام ربانی که اینجا میگه لرزان از شهرت باش، در دیگه جا میگه که در خلوت آفت است، دنبال صحبت باشین که خلوت آفت داره. و آخر دعوانا الحمدلله.